بنیاد فرهنگی مهرگان سندیاگو تشکیل 10مین سمینار سالیانه خود را با رایزنی و سرپرستی محمد امینی در روزهای جمعه 31 آگوست، شنبه اول، یکشنبه دوم و دوشنبه سوم سپتامبر 2012 در هتل مجلل منچستر هایت سندیاگو برگزار می‌نماید. موضوع سمینار: تنگناها و چالش‌های مدرنیته در ایران. سخنرانان: شرکت کنندگان در میزگردها: محمد عرسی، احمد اشرف، صدرالدین الهی، الهه امانی، محمد امینی، اردشیر بابکنیا، ژاله پیرنظر، رضا باوفا، نیره توحیدی، پرویز دستمالچی، شیرین دخت دقیقیان، اردوان روزبه، مجید روشنگر، ماندانا زندیان، رضا گوهرزاد، بهرام مشیری و حمید میرزا آقاسی و با شرکت هنرمندانی چون هوشمند عقیلی، علی فخرالدین و خواننده سورپرایز. لطفاً جهت رزرو هتل و ثبت نام در سمینار با تلفن‌های 858 673 7000 و 858 342 99 91 تماس حاصل فرمایید. به امید دیدار. بنیاد فرهنگی مهرگان سندیاگو، عضو 08 ایرانی. با سرمایه‌گذاری $500,000 یک خانواده شامل زن و شوهر و فرزندانشان ویزا و گرین کارت میگیرند. کالیفرنیا پاسیفیک ریجینال سنتر در اوکلند در شمال کالیفرنیا با ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری مناسب که اداره امیگریشن آمریکا آن را تصویب و شهرداری اوکلند نیز در آن سرمایه‌گذاری کرده، آماده اجراست. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با آقای سیاوش افشار با تلفن اریاکد 510 734 7805 تماس بگیرید.